بعضی‌ها معتقدند که خود ارضایی و کلاً ارضای جنسی باعث افزایش تاسی میشه. چرا این باور به وجود اومده؟ یه تئوری که باعث این باور میشه اینه که مایع سیمن سرشار از پروتئین و از دست دادن این پروتئین باعث ریزش مو و در نتیجه افزایش تاسی میشه. تئوری دوم میگه که ارضای مکرر باعث افزایش هورمون مردانه یا همون تستوسترون در بدن میشه و از اون طریق میزان تاسی رو افزایش میده. شما فکر میکنید کدومی که از این تئوریا درستن؟ تئوری اول درسته که سیمن سرشار از پروتئین هست، اما در هر بار ارضا شدن مقدار اون بین 1 تا 5 سی سی هست و میزان پروتئینی که دفع میشه بین 50 تا 250 میلی گرمه که مقدار زیادی محسوب نمیشه، معادل پروتئین موجود در 2 گرم گوشت یا یه تخم مرغ. پس این تئوری نمیتونه درست باشه. تئوری دوم میگه که ارضا شدن مکرر باعث افزایش سطح تستوسترون بدن میشه، ولی مقالات علمی ثابت کردن که با ارضا نشدن هم بعد از گذشت 3 هفته میزان تستوسترون افزایش پیدا میکنه و خود ارضا شدن درسته که قبل از اون میزان تستوسترون افزایش پیدا میکنه، اما حین ارضا شدن و بعد از اون میزان تستوسترون پایین میاد و در مجموع میانگین تستوسترون بدن رو ارضا شدن تغییری نمیده. و جالب اینه که خود تستوسترون نیست که باعث افزایش تاسی میشه، هورمون DHTه که فقط 5% از تستوسترون به این هورمون تبدیل میشه و مهمتر این که DHT هم توی همه افراد باعث تاسی نمیشه، فقط تو اونایی که فولیکول موهاشون از نظر ارثی به DHT حساسه. پس بین خود ارضایی و هر گونه ارضای جنسی با شدت تاسی ارتباطی از نظر علمی ثابت نشده. اگه قرار بود خود ارضایی باعث افزایش تاسی بشه که الان همه جامعه تاس بودن.